الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. از خداوند بسیار بسیار کریم و رحیم خواهان او هستم که خدای مهربان تمنیات و مقصودها و آرزوهای شما را با فضل کرمش حاصل گرداند و الله مهربان هر یک مشکلات و سختی که در بالای سرتان باشد با فضل کرمش برطرف نماید و از خدای مهربان خواهان او هستم که خداوند محبت ما و شما را، میل و خواهش ما و شما را باز هم به سوی این دین پاک خودش زیاد بگرداند و از الله مهربان خواهان او هستم که برای همه ما و شما یک حیات پاک، یک حیات خوب، یک روزهایی که در او الله مهربان همیشه از ما راضی باشد، از کردارمان، از روزگذرانیمان خداوند برای ما و شما این را نصیب گرداند و از خدای مهربان خواهان او هستم که خداوند همه گذشتگان ما و شما را رحمت و مغفرت کند، بیماری هامون خداوند شفای کامل تید، مهاجرهای ما را، مسافرهای ما را هر جا که باشند خداوند برای اونها کشایش و برار و برکت نصیب گرداند و از خدای مهربان خواهان او هستم که خدای مهربان در این ملک های ما و شما، در این وطن بسیار محبوب و عزیز ما و شما خداوند خیر و برکات نازل کند، همه آفت ها، همه مشکلات ها، همه بدبینی و بدخواهی ها را خداوند از بالای این ملک ما و شما، از بالای این مردم شریف ما و شما الله مهربان دور کند و خداوند همه ما و شما را حفظ نماید و از خدای مهربان خواهان او هستیم که خداوند که خود میگوید نحن قدرنا بینکم الموت و ما نحن بمسبوقین، یعنی من برای هر کدام شما در این دنیا ساعتی را جدا کردم که همون ساعت را شما سپری میکنین و این دنیا را پدرود میگین و هیچ کس پیش ساعتی مرا گرفتن نمیتواند. خداوند حیات مانم حیاتی با سعادت بگرداند، با ایمان، با محبت الهی، با ترس الهی زندگی کردن نصیب مان گردانه و باز به همین ایمان و به همین محبت های به دین مان سفر کردن از این دنیا را الله برای همه ما و شما نصیب بگرداند. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار آمین یا رب العالمین. برادران عزیز و خیلی خیلی گرامی، الحال انشاءالله چندین سوال هایی که در پیش من هست من برای شما انشاءالله کتاب بینی کردم، هر یک مسئله ها را از نظر گذرانیدم و الله مهربان حاضر اگر برای ما مهلت دهد، امکانیت ما شود، من سوال ها را از یک لو می خوانم و جواب هایی که برای اون هم تیار کردیم و در کتاب ها همه جواب هاشون که موجود است من به سمع شما می رسانم. پیش از این برادران عزیز باز هم الله را بسیار شکر گذاریم که خدای مهربان این امکانیتی را که الحال داریم الله را سپاسگزاری میکنیم که سوال های شما به دست ما میرسد، جواب های ما به گوش شما میرسد. این همش فضل الهی است، همه این مرحمت الهی است، همه این یک داد الهی است
که خداوند مملکتمان ملکمان که آرام یا تینج است، به این لحظه ها هم میرسیم که میشینیم و باز از شریعتمان و باز از دینمان با یکدیگر گفتگو میکنیم. الله مهربان همیشه دعاگوییم که خداوند همین نعمت هم از ما نگیرد. برادران عزیز و گرامی، من درس پیشینه سوال و جوابهایی که پیشتر داشتم، پیش از این من برای شما قبلا یک دعا را تعلیم داده بودم که اگر یادتان باشد راویش حضرت انس بود و جناب امام مسلم در کتاب معتبر خود، یعنی صحیح مسلم میگیم، این حدیث را آورده بود که پیامبرمان از 9 چیز پناه طلب کرده بود. من وی همچون یک معلم شما را همچون یک گوش کننده و شما را همچون یک گویم طالب این مراجعت کرده بودم که اینها را اگر با همون طریق عادی و ساده که من برای شما خواندم، اگر با همین زبان شکرینه که پیامبر نازنین اللهم انی اعوذ بک من العجز گفته دعا میکردن، با این اگر از یاد کنین که من معناهاش هم برای شما گفتم، این نور بالای نور، اگر مبادایی که با این زبان شما حفظ کردن نتوانین، با همون تاجیکی که من معنا میکنم شما با همون طرزم که دعا کنید، خیلی و خیلی اینم یک باز پیشروی ما و شما، این هم انشاءالله بسیار مراجعتی خوب در نزد پروردگارمون می شود. البته برادر عزیز، شما میدانید که خدای مهربان میگه دعا این عبادت است. الدعا هو العباده، این عبادت است. الدعا مخ العباده. پیامبر نازنین میگه دعا این مغز عبادت است، مغزش. همه چیز برادر عزیز پوچاق و پوستش نه، مغزش اعتباره. انمی دعا که عبادت باشد، مغز همون دعا هست. برای چی اینقدر مردم ما را بی رغبت دارند؟ یک نفر در قد کوچه میاد سلام میکنه، حاج بابا در حق من دعا کن. یک زنده من میگذرد، در حقش دعا کن. ببین، یک خیر احسان صدقه میکند، دعا کن. هر یک حرکت های ما الحمدلله که به موافق این حدیث های جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. برای همین حتی ما از حدیث های پیامبر داریم که من لم یدعو الله غضب علیه. پیامبر میگه اگر دعا نکنید شما، من به شما غضب میکنم. یعنی من دعا کنید، دستاتون را بردارید، به طرف من خواهش کنید، دعا را صدقاً کنید، من تا حاجت های شما را برآورده کنم. ببین، وقتی دعا نمیکنی خداوند دست نمیبرداری، از خدای مهربان خواهش نمیکرده، الله را غضبش میآمده. و این خاطر این من پیش موضوع، پیش هر یک درسمان یک دعا میخوانم، به خاطر آنه که شما اینها را تا وقتی که ما این درس هامون میرود، شما اینها را نویسانده بگیرید، زیرا برای شما در هر یک موضع این دعاها را کردن اجازت است. چی در لبی دسترخوان باشد، چی در پشت نماز باشد، چی یک کس دعا دادن باشد، این دعاها دعاهای عمومی است. هر جایی که اگر دعا کنید این امکان دارد، این جای مخصوص ندارد. زیلهاست دعایی که دویمه که حاضر من برای شما تعلیم تیم، ایرا بچه حضرت عمر رضی الله عنه از عبدالله ابن عمر راوی این حدیث است. اینش هم امام مسلم در کتاب معتبر خود، یعنی صحیح خود، این دعا را آورده است که حضرت عبدالله میگه کان من دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم. یعنی حضرت عبدالله میگن من یک دعایی را که از پیامبر نازنین تعلیم گرفتم، شنیدم، میدانم، برای شما مقصد تعلیم میکنم تا شما هم این دعا را مقصد حفظ کنید و از همین دعای پیغمبر دعا کنید. پیغمبر من چی دعا کرده است؟ اللهم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک
و فجاءت نقمتک و جمیع سخطک. از 4 چیز این دفعه پیامبرمان از 4 چیز پناه طلب کردند. گفتن بار الهی، ای خدای بزرگ و توانا، ای خدای بی مثل و بی مانند، ای خدایی که یکتا هستی، ای خدایی که بی نیاز هستی، ای خدایی که هیچ توانایی و قدرت به تو برابر شدن نمیتواند. پناه طلب میکنم به سوی تو. یکم از چی؟ از زوال نعمتک، یعنی از رفتن نعمت به سوی تو پناه طلب میکنم. برادرای عزیز و گرامی، چی نعمت ظاهری باشد، چی نعمت باطنی باشد. پدر و مادرم نعمت های، فرزندم نعمت های، خانه و درم نعمت های، اینمی آرامی کشورمون امروز نعمت های، اینمی آبادی های در کشورمون نعمت های، باران نعمت های، برف نعمت های، شمالم نعمت های. ببینین همه اینا نعمت هم برادر عزیز. تن صحت نعمت های، زبان های گویا نعمت های، گوش میشنود نعمت های، همه اینا نعمت های. نفسی که میبرد نعمت های، نفسی را که فرو میبریم نعمت هست. همه اینها نعمت های الهی هم برادران است. ما یک استاد داشتیم از سودان افریقا بود و میگفت که همین انسان وقتی گرسنه میشود همین نعمت های. ببین وقتی آدم گرسنه میشود، این بزرگی قدرت های الهی را بین که وقتی که آدم گرسنه شد، مقصد داخل انسان برای او آگاه میکند که مقصد چیز تناول کن. انا همونی که آگاه میکنه گرسنه میشه، میگفت همین هم نعمت های. زین لحاظ دعا کردیم خداوندا پناه طلب میکنیم من زوال نعمتی، از رفتن نعمت هایی که در ما داده، از رفتنش پناه طلب میکنیم. خدایا این نعمت های دادگی تا از دست ما نگیر. یک. دو و تحول عافیتک، دیگر خدایا از دیگرگون شدن حالت به سوی تو پناه طلب میکنیم. مثال من حاضر تن صحت دارم، خدایا به سوی تو پناه طلب میکنم از بیماری. حاضر ثروتمندم، خدایا به سوی تو پناه طلب میکنم از ناداری. حاضر در آرامی زندگی دارم، پروردگار را به سوی تو پناه طلب میکنم از ناآرامی. ببینین چقدر مقصد چیزهای مهم است. خداوندا به سوی تو پناه طلب میکنم از حاضر که خرسندیم، حاضر شاد که هستم، از غم و دقت، از پریشانی به سوی تو پناه طلب میکنم. و دیگر و فجاءت نقمتک، خدایا از ناگهان آمدن آفت و بلاها به سوی تو پناه طلب میکنم. و جمیع سخطک، خدایا از همه نوع غضب به سوی تو پناه طلب میکنم. چی دعای زیبا برادر عزیز. اللهم اینی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجاءت نقمتک و جمیع سخطک. 4 چیز. باز میگویم میتونین که شما ایرا با زبان این از زبان پیامبر من برآمدگی هم حفظ کنین. میتونین معنای را که من برای شما کردم از رفتن نعمت، از دگرگون شدن حالت، از ناگهان آمدن آفت و بلا و از جمیع غضب‌هایت. شما اگر همین با زبان همین فصیح تاجیکی خودمانم اگر دعا کنین ان شاء الله زیبا.